بعضی از پرونده های جنایی هست واقعا آدم وقتی میخونه دلش درد میگیره. این پرونده یکی از اون پرونده هاست. پرونده ای که یک مردی معتاد میشه، از کار بیکار میشه و زنش مجبور به تنفروشی میشه و مرد خبر داشته از این ماجرای تنفروشی زنش. این مرد معتاد برای زنش مشتری پیدا میکرده و زنشو به مردهای غریبه اجاره میداده. این یک پرونده جنایی واقعیه. تا آخر این پرونده با ما همراه باشید. سلام رفقا، من رامین هستم، راوی پرونده های جنایی، میزبان شما از کانال رد پا. این پرونده سومین پرونده کانال ما هستش با 3 سابسکرایب. تا آخر این پرونده هم با ما همراه باشید. چهار اردیبهشت ماه سال 1389 بود که ساعت حدودای 1 بامداد مرد میانسالی با دستپاچه و با استرس زیاد وارد کلانتری شد و با صدای لرزان گفت که از پسرم چند روزی میشه که خبر ندارم و هر چقدر هم با پسرم تماس میگیرم گوشیش خاموشه و امروز یه نفر به اسم مهدی با هم تماس گرفت که یکی از صمیمیترین دوستهای پسرم بود. او میگفت که علی پسرم رو به قتل رسوندند و احتمال داد که جسد پسرم در حوالی جاده فردوسیه شهریار رها شده باشه. پدر علی با گریه و ملتمسانه از ماموران درخواست کمک میکرد که پسرش رو پیدا کنند. با اطلاعاتی که پدر علی در اختیار ماموران کاراگاه‌های جنایی قرار داد، ماموران بلافاصله به مکانی که دوست علی آدرسش رو داده بود اعزام میشن و به محض اینکه به اونجا رسیدند و دقیقاً همونجا با نایلون آبی رنگی مواجه شدند که کنار جاده رها شده بود. پلیس بعد از بررسی نایلون آبی رنگ که بوی تعفن و گندی میداد، با جسد پتوپیچ شده علی مواجه شد که به نظر می رسید از قتل علی چند روزی که میگذره. در ادامه جسد علی را به پزشکی قانونی منتقل کردند تا علت دقیق مرگش بررسی بشه. کاراگاهان که داشتن صحنه قتل رو بررسی می کردند متوجه رد لاستیک های کامیون شدند که دقیقاً کنار جسد قرار داشت و ماموران احتمال میدادند کسایی که علی رو به قتل رسوندند با همین کامیون جسد علی رو آوردند و انداختن کنار جاده. چون پدر علی در گزارش مفقودی پسرش اعلام کرده بود که پسرش راننده هست و یک کامیون داره، مامورها هم در صحنه احتمال دادند که شاید این کامیون همون کامیون علی هستش که جسد رو باهاش حمل کردند و با این حساب قاتل هر کی بوده علی رو میشناخته و با کامیون خود علی این جسد رو آورده و شاید این کامیون رو دزدیده بوده باشن. از اونجایی که مهدی 36 ساله دوست صمیمی علی این خبر رو به پدر علی داده بود، تنها مظنون این پرونده بود که ماموران اداره آگاهی آدرس خونه مهدی رو از پدر علی گرفتند و با حکم مراجع قضایی حکم دستگیری مهدی رو گرفتند. اما روز بعد مهدی رو توی یکی از محله های شهریار پلیس ردش رو میزنه و بدون دردسر و بدون اینکه درگیری یا تعقیب گریزی انجام بشه به راحتی مهدی رو دستگیر میکنن. حالا شاید سوال پیش بیاد، خب چرا مهدی مقاومتی انجام نداد یا اصلا فراری نکرد؟ به خاطر اینکه مهدی خیالش خیلی آسوده بود و مطمئن بود که قتل علی گردنش نمیفته و قرار از این ماجرا قصر در بره. و همون اوایل هم مهدی عملا قتل علی رو انکار کرده بوده و گفته بوده که میدونه کیا علی رو به قتل رسوندن. مهدی میگه من به خاطر این به پدر علی نگفتم که قاتل پسرش کیا هستند، ترسیدم که پدر علی همون اول سراغ همون قاتل ها بره و این قاتل ها پدر علی رو هم به قتل برسونن. وقتی پلیس از مهدی خواست که قاتل ها رو معرفی کنه، مهدی گفت قاتل زن و شوهر هستند به اسم ناصر و صغرا. مهدی به ماموران گفت اونا به جز علی امکان داره احمد رضا رو هم به قتل رسونده باشن.
احمد رضای 31 ساله که دوست صمیمی علی و مهدی بود که البته با علی خیلی صمیمی‌تر بود، به خاطر اینکه چون مهدی متأهل شده بود و دیگه از فضای مجردی یه مقدار دورتر شده بود. مهدی احتمال میداد این زن و شوهر جسد احمد رضا رو هم توی یکی از بیابون‌های شهریار رها کرده باشند. کارآگاهان جنایی بعد از شنیدن حرف‌های مهدی، بعد از بررسی‌هایی که انجام دادند و آدرس‌هایی که مهدی در اختیار مأموران گذاشته بود، جسد سوخته احمد رضا رو هم از بین نخاله‌های ساختمانی تو خادم آباد شهریار کشف کردند. بعد از اینکه جسد دوم یعنی جسد احمد رضا رو هم پیدا کردند، برای تحقیقات بیشتر جسد احمد رضا رو هم به پزشک قانونی بردند و در پزشک قانونی مشخص شد که احمد رضا رو اول خفه کردند و بعد به قتل رسوندند و بعد هم آتیشش زدند که البته جسد احمد رضا نیمه سوخته بود و علی رو هم بر اثر تزریق مواد مخدر کشته بودند. در تحقیقات پزشکی قانونی روی جسد علی، پزشکا متوجه شدند که مقدار زیادی مواد مخدر در خون علی دیده شده و احتمال داره با داروی دیگری تداخل پیدا کرده که باعث مرگ علی شده. اما پدر علی میگه توی این 35 سال تو دست پسرش حتی یه نخ سیگار ندیده، چه برسه با مواد مخدر بمیره. برای همین تحقیقات با اولین متهم بازداشت شده این پرونده یعنی مهدی ادامه پیدا کرد. مهدی میگفت هم علی و هم احمد رضا با همسر ناصر یعنی صغرا رابطه جنسی داشتند و وقتی که ناصر این موضوع را فهمیده هر دوی آنها را به قتل رسونده. از اونجایی که مهدی از همه چیز این ماجرا با خبر بود خودش یه خورده عجیب بود، اما در ادامه وقتی مهدی تمامی اطلاعات این زوج رو در اختیار مأموران قرار داد، پلیس به سرعت راهی محل زندگی این دو نفر شد و در ادامه مشخص شد که این زوج یعنی ناصر و صغرا از اون خونه‌ای که خونه اجاری هم بوده فرار کردند و در طی تحقیقات مشخص شد که ناصر و صغرا به یکی از محله‌های فردی به یکی از خونه‌های آشناهاشون پناه بردند و اونجا قایم شدند. وقتی پلیس این دو زوج یعنی ناصر و صغرا رو دستگیر میکنند، پلیس متوجه میشه که اونا قصد خروج غیرقانونی از کشور رو داشتن که خوشبختانه در اسرع وقت پلیس با یک عملیات ضربتی اونا رو دستگیر میکنه و به اداره آگاهی منتقل میکنه. خب دوستان، بالاخره ناصر و صغرا دستگیر میشن و به اداره آگاهی منتقل میشن و در اتاق بازجویی در اوایل بازجویی منکر قتل احمد رضا و علی میشن و بعد از گذشت چند ساعت و رو کردن مدارک و مستندات و شواهدی که مهدی در اختیار بازپرس این پرونده قرار داده بود، ناصر و صغرا مجبور به اعتراف میشن، اما این بار میگن که مهدی هم همدستشون بوده و اتفاقا نقشه این قتل رو خود مهدی طراحی کرده بوده و میگن که مهدی هم شریک جرم ما هست. اما این در حالی بود که مهدی مدام خودش رو بیگناه جلوه میداد. صغرا تو اظهارات خودش به بازپرس این پرونده گفت همسرم یعنی ناصر بیکار بود و من برای تأمین هزینه‌های زندگی مجبور بودم خودم کار کنم. کار من طوری بود که مردهای غریبه را تور می‌کردم و ازشون پول می‌گرفتم که تا باهاشون رابطه نامشروع انجام بدم. شوهرم ناصر یه زمانی توی کارخونه کار می‌کرد تا اینکه اعتیادش انقدر بالا گرفت که از اونجا اخراجش کردند و دیگه از همون موقع بیکار شد. همون موقع ها بود که دیگه خودم کم کم رفتم سر کار. اوایل تو بوتیک کار میکردم اما درآمد اونجا جوابگوی خرجی زندگیمون نبود. یه بار یکی از همکارام ازم درخواست رابطه نامشروع کرد که در ازای آن بهم پول بده و چون پول زیادی پیشنهاد داده بود من هم قبول کردم. کم کم این داستان ادامه پیدا کرد و منم به این کار عادت کردم و یه جورایی با این مسئله کنار اومدم. خب چون هم پولش زیاد بود و همین که راحت بود. بیشتر مشتری ها مردهای متأهل بودند و خودم هم همینو بیشتر ترجیح میدادم، چون همین که پول بیشتری میدادن و از اون طرف چون از خانواده هاشون میترسیدند زیاد پاپیچه من نمیشدند. شوهرم ناصر تمام این ماجرا را میدونست
و چون پول موادش در می اومد مشکلی با این قضیه نداشت. حتی خیلی وقتا اون مشتری می آورد خونه و منو بهشون میفروخت. یعنی چندین بار شده بود که از خونه یه مشتری دیگه می اومدم خونه خودم و می دیدم که شوهرم یه مشتری جدید آورده و منو بهشون اجاره میداد و همه چی روی همین روال داشت پیش میرفت. تا اینکه حدوداً 2 ماه پیش توی یک بولوار توی شمال شهر تهران با مهدی آشنا شدم. سر یه چهارراه وایساده بودم که مهدی از توی ماشینش شماره منو گرفت و یه ارتباطی بینمون شکل گرفت. مهدی هفته یه بار می اومد خونمون و وقتی کارش تموم میشد پولو به ناصر میداد و میرفت. حدود 1 ماه بعد مهدی منو با 2 تا از همکاراش یعنی علی و احمد رضا که وضع مالی خوبی هم داشتند و صاحب شرکت بودند آشنا کرد. اون تضمین کرد که پسرای خوبی هن و پول خوبی هم حاضرن بدن. خلاصه ارتباط من با این 2 نفر شکل گرفت و در ادامه اتفاقی میفته که مهدی از کرده خودش بدجوری پشیمون میشه. اتفاقی که شاید مهدی حتی تو خوابش هم نمیدید. علی و احمد رضا جفتشون مجرد بودند و وضع مالی خوبی هم داشتند. جفتشون خونه مجردی داشتن و تنها زندگی میکردند و به قول خودشون حوصله ازدواج کردن نداشتند و ترجیح میدادند نیازهاشون رو با دختران مختلف رفع کنند که از شانس بدشون یکی از این دخترها صغرا بود. صغرا تو ادامه اظهاراتش گفت همه چی داشت خوب پیش میرفت. رفت و آمدهامون داشت با علی و احمد رضا روز به روز بیشتر میشد تا اینکه مهدی متوجه شد دوستاش بهش خیانت کردند و همه چیز رابطه من با مهدی رو به همسر مهدی لو دادند و زندگیش رو به هم زدند و میشه گفت که زندگیش رو توی یه چشم به هم زدن نابود کردند. مهدی خیلی عصبانی بود. همون شب هم با من تماس گرفت و گفت حاضر هر کاری کنه تا زندگی علی و احمد رضا رو به آتیش بکشه. واسه همین از من خواست کمکش کنم تا از اون 2 نفر انتقام بگیره. اون گفت در عوض من و ناصر هم میتونیم ازش اخاذی کنیم. اینجوری میتونیم کلی پول به جیب بزنیم و یه معامله 2 سر برده. صغرا به بازپرس این پرونده میگه طبق خواسته مهدی علی و احمد رضا رو به خونم دعوت کردم و علی با کامیونش اومده بود و کامیونش رو جلوی خونه ما پارک کرد. طبق نقشه‌ای که کشیده بودیم 2 تا آب میوه که براشون آورده بودم داخلشون داروی بیهوش کننده و خواب آور ریختم و بهشون دادم و بعد از خوردن حدوداً 10 دقیقه بعد داروها روشون اثر کرد و اونها بیهوش شدن. قرار بود ما ازشون فیلم‌های برهنه و فیلم‌های مستهجن ازشون بگیریم و به قول مهدی قرار بود زندگیشون رو به آتیش بکشیم و ازشون اخاذی کنیم. مهدی از جیبش یه سرنگی در آورد و به علی یه مقدار مواد تزریق کرد و همین باعث شد که علی درجا سکته کنه و جون خودش رو از دست بده. چون مهدی از مرگ علی ترسیده بود دیگه به احمد رضا مواد تزریق نکرد، چون از اول هم قصد نداشت که اونها رو به قتل برسونه و از همون اول قصد داشت که فقط با آبروی اونها بازی کنه. مهدی چون علی رو به قتل رسونده بود احمد رضا رو هم به قتل رسونده بود، چون اگر احمد رضا زنده میموند همه چیز ماجرا رو لو میداد. پس به خاطر همینم تصمیم گرفت احمد رضا رو همون تو حالت بیهوشی خفه کنه و احمد رضا رو هم اینجوری به قتل برسونه. بعد هم جسدهای علی و احمد رضا رو انداختن داخل کامیون علی و به بیابانهای اطراف شهر بردن. علی رو همینجوری رها کردیم و احمد رضا رو هم آتیشش زدیم. اما مهدی تو نظر خودش میگفت که ناصر یه معتاده و پلیس حرفاش رو باور نمیکنه و صغرا هم که یه زن بدکاره و خیابونی هست پلیس حرف صغرا رو هم قبول نمیکنه و اینجوری قضیه رو ماسمالی میکنه و خودش رو تبرئه میکنه و قتل رو گردن ناصر و صغرا میندازه. اما همه چی اونجوری که ناصر فکرش رو میکرد و نقشش رو چیده بود پیش نرفت. با تکمیل این پرونده و بازسازی صحنه این جرم مشخص شد که صغرا مواد مخدر رو به علی تزریق کرده و باعث مرگ علی شده و مهدی و ناصر هم تو قتل احمد رضا مشارکت داشتند. صغرا متهم به مشارکت در قتل علی و زنای محسنه و در نهایت حکم قصاص گرفت. مهدی هم به قتل درجه 1 حکم قصاص گرفت، ولی ناصر
چون معتاد بود و به دلیل اعتیاد فقط به حبس ابد محکوم شد. مرسی که تا آخر این پرونده با ما همراه بودید. برای حمایت از ما دعوت میکنم که کانال ما رو سابسکرایب کنید. برای بیشتر دیده شدن این ویدیو همین ویدیو رو لایک کنید، ویدیوهای بعدی ما رو هم ببینید و زنگوله رو هم روشن کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. تا یک پرونده جنایی دیگر، بدرود.